درود بر شما مهربانیان و بینندگان عزیز شبکه سراسری کانال یک. کاوه سیبکی هستم و طبق معمول همیشه چهارشنبه ساعت 6:30 به وقت ایران با برنامه لابیرنت در خدمتتونم. امروز تیتر تمام خبرگزاری های دنیا رو که نگاه میکنیم از 3 مقوله خارج نیستن. یکی قضیه ایران هست، حمله ایران به اسرائیل و یا حمله اسرائیل به ایران. یکی قضیه اوکراین و روسیه هست و گزینه سوم که امروز کمی کمرنگتر شده انتخابات آمریکا هست. من 2 موضوع رو آماده کردم، سعی میکنم توی این برنامه همش رو بگنجونم. موضوعی مهمی هستن و در مورد این هست که دخالت نیروی نظامی داخل ایران آیا میتونه کمک کنه به مردم ایران یا میتونه به ضرر مردم ایران تموم شه. قبل از اون این سیاست رو اگه بخوایم بررسی بکنیم میایم یه نگاهی میکنیم به قضیه روسیه و اوکراین. یه سوالی مطرح هست، یه سوال که نمیشه به وضوح این حرف رو زد که آمریکا و آلمان، اروپا مخصوصا آلمان، نمیخوان جنگ اوکراین تموم بشه و این چیزی است که ما اگر برگردیم از اول جنگ اوکراین نگاه بکنیم، حالا حداقل از همون سال 2022 یا اون موقعی که شروع شد نگاه بکنیم تا الان، روندی که جنگ داشته، شیوه حمایت‌های آلمان و اروپا و آمریکا از اوکراین نشون میده که اینها نمیخوان حالا جنگ تموم بشه و علت هم داره. میایم نگاه میکنیم ببینیم کیا برای روسیه دارن میجنگن، یعنی تو اون ارتش روسیه کسانی که برای این کشور دارن میجنگن کی هستن. ما میبینیم غیر از روسیه نزدیک به 25 تا ملیت دیگه حداقل دارن برای این کشور میجنگن، از افغانستانی، از آمریکایی، از فنلاندی، آمریکای جنوبی، از خدمتون از آفریقایی، سوری، کردهای عراق به تعداد زیاد، اون پیشمرگی و PKK و اینا دارن برای ارتش روسیه در کنار خود سربازان روسیه به اضافه اون سربازانی که مال ارتش نیستن مشمول به خدمت شدن، اینها دارن برای ارتش روسیه می جنگن. از اون طرف زمانی که جنگ شروع شد، خب اوکراین اولین کاری که کرد دستش رو دراز کرد به سمت اروپا و آمریکا برای کمک. آلمان در همون اول جنگ گفتش که ما 5000 تا کلاه ایمنی، کلاه خود، کلاه زرهی مال جنگ براتون میفرستیم. خب 5000 تا کلاه میبینیم خوبه، بالاخره میتونه یک عده‌ای رو حداقل در مقابل اون گلوله ها حمایت کنه یا جانشون رو حفظ بکنه، اما کافی نیست برای اینکه اوکراین بتونه پیروزی بزرگی رو کسب بکنه. یه ذره که جلوتر میریم میبینیم زلنسکی در آپریل 2022 از آلمان و آمریکا درخواست سامانه‌های پرتاب موشک هایمارس رو داد. خب بهش آپریل ندادن، گذاشتن 2 ماه طول بکشه و در ژوئن 2022 بهش فقط 20 عدد دادن که یواش یواش حالا بعد هم تک و توک بهش دادن که تا همین اوایل سال 2024 روی همدیگه شد فقط 39 عدد. اونم سامانه هایی رو که بهش دادن با مهمات کامل بهش ندادن، با مهماتی بودن که پرتابه هایی که میکرد، موشک هایی که پرتاب میکرد به جای اینکه 300 کیلومتر برن تا 70 کیلومتر بیشتر نمیرفتن. براش هم محدودیت گذاشتن که اینها رو در خاک روسیه نمیتونی استفاده کنی، اینها رو در خاک خودت میتونی استفاده کنی برای بیرون راندن روسیه. همین قضیه رو در مورد این فلوک چی بهشون میگن، ماش فلوک کورپر، یه نوع موشک های کروز رادارگزیر هست. این موشک نیستن، پهپاد هم نیستن، بهشون میگن حالا کروز میسلینگ اگه اشتباه نکنم. اینها به هواپیما بسته میشن، میتونن در ارتفاع پایین رادارگریز پرتاب کنن و حامل مواد منفجره باشن. خب میبینیم برای اینها، برای جت های جنگنده F-16، برای تانک های لئوپارد آلمان که بهترین تانک های دنیا هستن، لئوپارد 2، A5، A6، A7 و یا تانک های ماردر، اینها رو خیلی اولا دیر به اوکراین میدن
و اون هم زیاد بهش نمیدن، فقط تا اندازه‌ای بهش میدن که بتونه از خودش دفاع کنه، اما نتونه ضربه محکمی به روسیه بزنه، یعنی در حدی که به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا نکنه. و این علت داره. علتش برمیگرده به این که همین کشورهایی که روسیه از اونجا داره سرباز میخره و نیرو میخره، اولا اینها بالاخره تموم میشه، اینها ابدی نیست. همون پیشمرگی‌های کردها که کمک روسیه میکنن بالاخره یه جایی به پایان میرسن، یا افغانها یا در شمال آفریقا هر کسی، اینها یه موقعی تحلیل میرن، کم میشن. و همونجوری که ما دیدیم اول جنگ پوتین سعی کرد از این جنگ یک جنگ متافیزیک درست بکنه، یک جنگ ایدئولوژی درست کنه، جنگ شر علیه خیر اون رو معرفی کنه تا بتونه که تا جایی که میتونه نه تنها عده‌ای رو با پول به سمت خودش بیاره، بلکه یه عده رو از نظر تفکرات ایدئولوژیک سمت خودش بکشونه، که ما دیدیم هم چپ افراطی رفت برای روسیه جنگید و هم راست افراطی رفت، یعنی کسانی که حتی مال نئونازی های آلمان هم بودن امروز پیدا شده ازشون که در روسیه برای پوتین دارن می جنگن به خاطر اون افکار و ایدئولوژی که دارن. خب این نیروها زیاد هست، این نیروها آمریکا میدونه، این نیروها در سراسر دنیا برای روسیه پراکنده هستن و مدام در حال جمع‌آوری اینو و فرستادن اینها به فرانت لاین هست، به همون خط مقدم جبهه‌ای که دارن داخلش میجنگن. خب اگر که اینها بیان به اوکراین یک دفعه، آلمان و آمریکا رو دارن میگم، اگر که بیان به اوکراین یک دفعه مهمات زیادی بدن و اوکراین ضربه سنگینی به روسیه وارد کنه و حالا بتونه پیروزی بزرگی به دست بیاره و این جنگ به روسیه فشار بیاد که بخواد آتش بس کنه، روسیه باز این نیروهاشو در سراسر دنیا میتونه نگه داره. اما طبق آماری که داریم میبینیم به تقریبا در ماه 30,000 سرباز روسیه از دست میده، نه اینکه حالا همه کشته میشن، نه از زخمی شدن، نتونن به جنگ ادامه بدن و هم کشته یا اسیر شدن. خب 30,000 سرباز تقریبا میشه 1000 سرباز در روز. الان 2.5 سال این جنگ تقریبا طول کشیده و روسیه نزدیک به 500,000 سرباز، چه از سربازهای داخل خودش، چه از نیروهایی که از کشورهای دیگه خریده حالا یا به صورت ایدئولوژیک اونها رو آورده، 500,000 تا اونها رو از دست داده. خب برای آمریکا و آلمان خیلی ساده است که، یعنی خیلی منطقی هست که فکر کنن الان که 2.5 سال طول کشیده 500,000 از دست داده، چرا نذاریم 2.5 سال دیگه طول بکشه که 1,000,000 از دست بده. و اینها در حالت این هست که روسیه رو در یک فاز تدریجی ولی که به صورت تدریجی هم تحلیل بره، چون از اون طرف هم جاسوسی هایی که آمریکا در روسیه دارن، یعنی اون اطلاعاتی که از سازمان های جاسوسیشون در روسیه به دست آورده بودن این بود که امکان داره، یعنی به این نتیجه رسیدن که اگر روسیه تحت یک خطر بزرگ قرار بگیره، امکانه که از بمب اتم استفاده بکنه و جهان رو وارد یک جنگ اتمی خیلی بزرگی بکنه که عواقب واقعا جبران ناپذیر خواهد داشت، این رو امکان روسیه انجام بده و میخواست جلوشو، آمریکا میخواد جلوی این رو بگیره و همین خاطر با احتیاط میرن جلو. از یه طرف دیگه اگر که اوکراین خیلی حمایت زیادی بشه و بتونه خیلی بیشتر به خاک روسیه و حتی تا کاخ کرملین برسه، خب احتمال اینکه پوتین تو این قضیه کشته بشه و دولت روسیه سقوط کنه زیاده. اما اگر دولت روسیه سقوط کنه، روسیه میفته جز اون جنگ داخلی که شروع میشه، گروه‌های مختلفی تسلط پیدا میکنن روی قدرت و گروه‌های مختلفی مستلب میشه علاوه بر قسمت‌های مختلف روسیه. و روسیه از اونجایی که میدونیم نزدیک 5,000 سلاح هسته‌ای در سراسر این کشور پراکنده است. خب این 5,000 سلاح هسته‌ای میفتن دست گروه‌های مختلف، حالا هر کدومشون با توجه به اون افکار خودش، با توجه به موقعیت خودش، با توجه به استراتژی خودش امکان داره یک جوری از این سلاح استفاده کنه یا اصلا استفاده نکنه. اینا همه گزینه‌هایی هست که آمریکا و آلمان در نظر گرفتن، به همین خاطر نمیخوان یک دفعه اوکراین رو حمایت بکنن که مبادا پوتین اگر خودش رو تو خطر ببینه، خطر مرگ برای خودش ببینه، یک ذره دست بخواد به یک حرکتی بزنه که واقعا جبران ناپذیر باشه. از اون طرف هم نمیخوان که روسیه جنگ داخلی داخلش شروع بشه و اون مخصوصا به خاطر اینکه اتمی است و اون قضیه اتمی باز دوباره بتونه
خطرساز باشه. به همین خاطر کم کم به اوکراین کمک میکنن یا با پیشروی ها یواش یواش انجام بشه تا جایی که میتونن پوتین رو ضعیف کنن. الان میبینیم که خب تونستن ضربه های خیلی سنگینی به روسیه وارد کنن، تقریبا 500,000 از ارتشی که در خدمت گرفته بود رو بکشن بدون اینکه حتی یک سرباز ناتو کشته بشه و این خیلی پیروزی باز بزرگی است برای غرب. یعنی تمام بزرگترین ضربه ها رو بزنن، 500,000 از ارتش اون دشمن رو ناکار بکنن بدون اینکه خودشون سربازای ناتو کسی ازشون کشته بشه و یا ارتش ناتو بخواد وارد یک ریسک و خطر بزرگی بشه. حالا این رو داشته باشید. همین قضیه رو اگر که نگاه کنیم، اسرائیل در حداقل از اکتبر 7 اکتبر اینور، اسرائیل همین رویه رو در مقابل ایران و حماس و حزب الله داره انجام میده. یعنی یک دفعه ضربه محکم و سنگین وارد نمیکنه، بلکه یه ضربه میزنه دوباره میره عقب تا طرف مقابلش هر چیزی رو داره یواش یواش رو بکنه و هر چیزی رو که رو میکنه روسیه ناکار بکنه. و این باز دقیقاً همون مثل قضیه روسیه است که باعث میشه ایران یک وقت یه حرکتی نکنه که بخواد مثلا عواقب سنگینی برای اسرائیل داشته باشه. خب بالاخره ایران هم یه سری تجهیزات داره، میتونه ضربه بزنه. درسته در جنگ هیچ وقت پیروز نخواهد شد، اما بالاخره ضرباتی رو میتونه به روسیه وارد کنه اگر بیاد مثلا به قولی شمشیر رو از رو ببنده و تمام توانش رو بذاره، به خاطر اینکه الله از زیر این یوغ حقارت و تحقیری که داره در جامعه جهانی میشه در بین نیروهای نیابتیش و حتی هواداران چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان داره میشه، بخواد از زیر اون فشار تحقیر، فشاری که روش هست بیاد بیرون، شاید شمشیر رو از رو ببنده و پا روی همه چیز بذاره، بگه یا من انتقام میگیرم، حالا شکستم میخوام دیگه نابود شدم، نهایتش نابود میشم. و اون موقع است که مثلا شاید بخواد با تمام نیروی نظامی خودش عکس العمل نشون بده و همون طرف هم از حوثی ها و فاطمیون و هشت شعبی و حزب الله و حماس بخواد علیه اسرائیل اقدام کنه. خب در وهله اول میتونه ضرباتی رو بزنه، خسارت هایی رو وارد کنه، درسته. بعد از اون طرف همزمان از طرف آلمان و آمریکا و خود اسرائیل و احتمال زیاد کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیره. اما خب میتونه این اتفاق پیش بیاد. به همین خاطر اسرائیل همون سیاستی رو که آمریکا در قبال روسیه پیش گرفته اومده و در قبال دولت ایران و کلا نیروهای نیابتیش که همشون باز خود جمهوری اسلامی حساب میشن، در همون سیاست رو در قبال اینها گرفته و اینها رو یواش یواش بدونی که ضربه بزرگی بهشون صادر کنه، اول از نظر مالی تضعیفشون میکنه، تخلیه مهمات اونها رو تخلیه میکنه، نیروهای انسانی اونها رو تخلیه میکنه و اون انگیزه‌ای رو که عده‌ای دارن برای پیوستن به ارتش جمهوری اسلامی، ارتش منظورم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است، منظورم صرفا ارتش خود ایران نیست. حالا درست اون ارتش هم فعلا حسابش فرق میکنه با اون ارتش میهن پرست شاهنشاهی که ما داشتیم، حداقل سرانش الان فرق میکنه، بدنش رو کار نداره، بدن هنوز قشر میهن پرست هست، ولی خب دارم اون ارتش رو میگم. کلا منظورم نیروهای نظامی ایران هست. خب یواش یواش انگیزه رو برای این نیروهای نظامی، آمادگی اونها رو کمتر میکنه و این سیاستی است که اسرائیل امروز پیش گرفته و به نظر من سیاست درستی هم است، چون هم مردم کشور خودش رو کمتر داخل خطر میاره و هم برای ما مردم ایران، برای ساکنان داخل ایران خطر کمتری درست میکنه و هم به منطقه خطر کمتری وارد میشه. چون امکان داره مثلا ایران دست به هر حرکتی بزنه در قبال مثلا فشارهایی که اسرائیل بهش بیاره یا صدمات بزرگی که بخواد اسرائیل بهش بزنه. حالا مثلا تنگه هرمز رو مثلا بخواد لج کنه، بگه من این تنگه رو میبندم، که شاید حالا بتونه برای یه روز ببنده، برای 2 روز ببنده یا 3 روز، ولی خب دیگه اون ترانسپورت های
حمل و نقل‌های نفتی که از اونجا میشه بالاخره فشار سرش میاد و نمیتونه ببنده. و همین خاطر ایران الان ایران جمهوری اسلامی منظورم است، این در یک فازی قرار گرفته که نمیدونه خودش چجوری عکس العمل نشون بده. آیا حمله کنه، آیا حمله نکنه، توانش رو نداره حمله بکنه، از اون طرف فشار روش هست و این قضیه به نفع اسرائیل هست. یعنی ایران رو در یک بنبستی برده که هر کاری بخواد ایران بکنه بازتابش به نفع اسرائیل خواهد بود. چه سکوت کنه، هیچ حتی عکس العمل هم نشون نده، این خفت و خواهی رو هم به جان بخره، باز ضربات اسرائیل تیکی تیکی ادامه پیدا میکنه و مرتب از قدرت ایران، قدرت نظامی ایران، قدرت نیروهای انسانی که در خدمت نظامش هستن، تجهیزات نظامیش، مالی حتی کم میکنه تا بتونه یواش یواش این دولت رو خودش به سقوط برسونه. چون دولت همینقدر که هزینه داره میکنه برای جنگ، از اونور درآمدزاییش داره روز به روز کاهش پیدا میکنه و درآمدزایی که کاهش پیدا بکنه گستردگی فقر، تورم داخلی رو بیش از حد میبره بالا. و امروز این رو ما داریم به وضوح هممون داخل ایران میبینیم. یعنی کشور به یک فازی رسیده که واقعا نزدیک به یک انفجار شده، یک انفجاری که خیلی خیلی عواقب بدی برای خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. اما بحثم رو با این شروع کرده بودم که آیا دخالت نیروی نظامی خارجی در ایران چه عواقبی برای ما مردم داره و چه منفعت‌هایی داره و نقش ما در اون جنگ چی هست و در اون جنگ چه میتونه باشه، اگر شد چه بکنیم و چجوری با این قضیه روبرو بشیم. یک قضیه که ما باید در نظر بگیریم، همه ما اصولاً کاملا مخالف جنگ هستیم، مخصوصا کسانی که الان سنشون یک ذره مثلا تو همسن سالای ما هستن یا از ما بزرگتر هستن، دهه 40 مثلا ما خودمون دهه 60 هستیم، حالا دهه 50 دهه 40، کسانی که جنگ رو تجربه کردن یا در مناطق جنگی ایران بودن، خب دیدن جنگ چجوره، سراسر دنیا هم دارن میبینن جنگ چجوره و جنگ رو هیچ کس خواستارش نیست. یعنی ما مطمئنم میدونم حالا غیر از عده کمی که حالا یا میخوان از این فرصت استفاده کنن دنبال یک اون آزادی هستن که میگن میتونن اندیشه خودشون شاید یک دانه شن رو از ایران جدا کنن و یک پرچمی برای خودشون درست کردن، اقلیمی به اسم خودشون رو گذاشتن، حالا اونا شاید بخوان جنگ بشه داخل ایران، و یا کسانی که واقعا دیگه هیچی برای زندگی کردن ندارن، فشار بهشون اومده، گفته خب دیگه تنها امیدمون میتونه جنگ باشه، جهنم ما که داریم میمیریم دیگه، الان جنگ بشه شاید یه فرجی بشه. غیر از این دو دسته کلیت مردم ایران چه در داخل چه در خارج همه مخالف جنگ هستن. جنگ رو واقعا ما هیچ کدوممون نمیخوایم. اما اینکه آیا اسرائیل یا آمریکا اونها هم جنگ رو نخوان یک پرسش دیگه است. یعنی اگر که زمانی اسرائیل و آمریکا به این نتیجه برسن که ما بایستی حالا نه سنگین، حالا کم یا زیادش، ما یک اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در خاک ایران انجام بدیم، اون موقع است که دیگه ما جلوی اون رو نمیتونیم بگیریم و اونها بر اساس منافع خودشون این کار رو خواهند کرد، بدون اینکه اصلا ما راضی باشیم یا راضی نباشیم. یا اگر جمهوری اسلامی دست به یک اقدامی بزنه که منافع آمریکا رو تو خطر بیاره، منافع اسرائیل رو داخل خطر بیاره، خب طبیعتاً اونها هم یک واکنشی نشون خواهند داد و چشمشون رو روی خیلی چیزا شاید ببندن. با شناختی که حالا ما حداقل پیدا کردیم در این چند ماه گذشته از عکس‌العمل‌های اسرائیل به ایران و چند تا تئوری که قبلا انجام داده بود، اسرائیل خواستار جنگ گسترده با ایران نیست. یعنی تا جایی که میتونه سعی میکنه از همین سیاستی که آمریکا در پشتیبانی از اوکراین علیه روسیه داره استفاده میکنه، از اون سیاست هم اسرائیل استفاده بکنه. اما اگر جنگ شد چه بکنیم؟ امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته. اما اگر جنگ شد، این که ما چه کار بکنیم بستگی به دامنه جنگ داره. قبل از اینکه مردم بخوان حرکتی بکنن، مردم بخوان قیام رو بکنن، باید دید که اون قشر ریزشی در نیروی انتظامی، در ارتش، در سپاه، اون قشر چه حرکتی انجام میده. آیا پشت سر مردم وای میسه، خودش رو تسلیم میکنه، پرچم سفید میبره بالا، میگه ما جنگی نداریم،
اون وسط میاد حمایت از مردم میکنه و یا اینکه نه، اون هم میاد مثل جمهوری اسلامی کمپلت هم سرانش هم بدنش میان در خدمت جمهوری اسلامی وای میسن و جنگ میکنن. خب اگر که این کار رو بکنن قطعا هزینه های جنگ، عواقب جنگ برای ما بالاتر و خطرناکتر خواهد بود. چرا؟ چون دفاع اینا از خودشون، زدن ضربات بیشتر باعث میشه که ایران هم ضربات سنگینتری بکنه. حالا یک سری تأسیسات امکان داره از بین بره. خب اون تأسیسات بالاخره درست جمهوری اسلامی روشون داره حکومت میکنه، منابعشون رو میبره، درآمدهاشون رو میبره، ولی اون تأسیسات مال ما مردم ایران و مال این خاک هستن و بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت اگر اینها خراب شده باشه ما باید اونها رو دوباره بسازیم و هزینه بکنیم، وقت بذاریم، هم میتونه ما رو در یک اون پروسه بازسازی ایران دوباره به عقب ببره. به همین خاطر اگر که جنگ بشه بهترین گزینه برای مردم ایران اینه که واقعا حتی اگر ارتش پشتشون قرار نگرفت، سپاه پشتشون قرار نگرفت، میتونن به اون قیام بزرگی که تو ذهنشون هست به اون قیام میتونن دست بزنن. چون الان خیلی اینور اونور آدم داره میبینه نظرات مردم رو که از یک طرف هم مردم منتظر چنین چیزی هستن. اما سوال اینه که اگر که مردم قیام کردن علیه جمهوری اسلامی و از اون طرف هم آمریکا و اسرائیل چند تا صدمه بزنن به جمهوری اسلامی، کنترل ایران در دوران گذر چگونه خواهد شد؟ اگر که ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، من حالا گفتم سرانشون رو میگم، بدنه اونها، قشر بزرگ اونها، قشر ریزشی اونها، اگر اونها کنار مردم ایران بیستند، ایران احتیاج به دخالت نیروی نظامی خارجی برای برقراری امنیت در دوران گذار تا اون رفراندوم نداره. اما اگر اونها در کنار رژیم بیستن و باز با آخرین توانشون سعی کنن مردم رو هم همزمان که جنگ میکنن مردم رو هم سرکوب کنن، اون موقع است که خواسته یا ناخواسته نیروی زمینی خارجی امکان این که وارد ایران بشه برای سرنگونی دولت و برقراری موقتی امنیت تا بتونن یه قربالی داخل ارتش و نیروی نظامی بکنن و بتونن صبر کنن تا رفراندوم و دولت جدیدی برقرار بکنن زیاد هست. در کل نتیجه گیری رو بخوام بکنم که برنامه امروزمون به پایان بره، جنگ اوکراین و اسرائیل حالا اوکراین و روسیه حالا تموم نخواهد شد، خیلی طول خواهد کشید، چون هنوز روسیه یک سری توانهایی داره، در کنارش جنگ روانی هم دارن باش میکنن. مثلا من روز دیدم روزنامه آلمانی نوشته بود که یه سری تانک هایی که به اوکراین داده بود، اوکراین همین تانک ها رو وارد خاک روسیه کرده بود و آلمان ها گفتن که تانک های ما وارد روسیه شدن. این حرف از نظر سیاسی یه تحقیر بود برای روسیه که خب باعث شد که مدودیف از اون طرف بگه ما بالاخره تانک هامون رو در میدان جمهوری برلین برگزار میکنیم. این جنگ چریکی، جنگ روانی و جنگ نیمه گرم در مقابل روسیه تا 1-2 سال آینده احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. ولی چیزی که من با توجه به نظر شخصی خودم است، با توجه به پژوهش و تحقیقات خودم، حالا من یک مقداری سیاست پشت پرده رو هم نگاه میکنم، اون تئوری های توطئه رو هم نگاه میکنم، حالا اسمش رو میخواید بذارید ایلومیناتی، فراماسونی، نمیدونم سکالون بونز، بیلدربرگ، حالا هر چیزی، خانواده های روتشیلد، راکفلر، حالا هر چیزی اسمش رو میخواید بذارید، من یک ذره اون قضیه رو هم نگاه میکنم. اما میتونم در یک جنبندی که خودم حالا به شخصه بهش رسیدم بگم جنگ روسیه و اوکراین تا زمانی ادامه پیدا میکنه که در طول این جنگ رژیم در ایران عوض میشه و بعد اون جنگ حالا یا به نفع اوکراین و یا به آتش بس ختم میشه. با پیروزی روسیه قطعا تمام نخواهد شد، یا آتش بس میشه یا با شکست دولت پوتین تمام میشه اون جنگ. اما اون جنگ ادامه پیدا میکنه تا زمانی که رژیم در داخل ایران تکلیفش مشخص بشه و آمریکا بتونه منبعی رو برای تامین انرژی اروپا ثابت بکنه، محکم نگه داره. شب و روزتون خوش و تا برنامه بعدی، بدرود.